تامین امنیت عضوقواری از جمله هدف‌های افزایش استراتژی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. برای رسیدن به هدف‌هایی که به بهترشوی زندگی ساکنان کشور مساعدت می‌کند، تدبیرهای زیاد اندیشیده می‌شود. پیشرفت استثمارات کشاورزی عامل مهمترین تامین امنیت عضوقواری کشور محسوب می‌یابد. با این مقصد استفاده عاقلانه زمین، بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی و صادرات میوه و سبزیجات از جمله وظیفه‌های اولین درجه به حساب می‌رود. حکومت جمهوری تاجیکستان راه‌های رشد استوار و زینه به زینه بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم را در دایره یکی از هدف‌های اساسی استراتژی خود تامین امنیت عضوقواری تعریض نموده در این سمت تدبیرهای ثمربخش روی کار آمده‌اند. دستور سپارش‌های سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت مدنیت استفاده برای زمین گرفتن 3-4 حاصل از یک زمین میان مردم ولایت ختلان دستگیری همه‌جانبه یافته ساکنان برای بلند برداشتن استحصال زراعت‌های کشاورزی و صادرات محصولات از تمام امکانات‌ها استفاده می‌نمایند. موردی ذکر است که بعد جمع‌آوری حاصل بروقتی غله‌دانگی‌ها و دیگر زراعت‌ها کشاورزان ولایت باید موافق دورنما در همه بخش‌های خواجگیداری در میدان 129,845 گکتار کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی را عملی نمایند. بنابر معلومات سرویست کشاورزی ولایت ختلان تا به امروز خواجگیداران ولایت در میدان 123,393 گکتار کشتی تکراری غله‌دانگی‌ها از جمله جواری مکه دان، شالی، ماش، لوبیاگی‌ها و دیگر نوع سبزیجات‌ها کشت نموده که 93% دورنما را در بر می‌گیرد. کشاورزان ولایت ختلان با مقصد اجرای دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بابت تامین امنیت عضوقواری باید در میدان 86,970 گکتار کشتی غله‌دانگی‌ها را برآمونند. تا امروز در میدان 84,293 گکتار کشتی تکراری غله‌دانگی‌ها گذرانده شده که 97% دورنما را در بر می‌گیرد. عین حال کشتی تکراری سبزی در همه شهر و ناحیه‌های ولایت ادامه داشته موافق دورنمای پیش بینی شده در همه بخش‌های خواجگیداری باید در میدان 6,916 گکتار کشتی سبزی گذرانده شود. تا به امروز این دورنما را به زیاده از 2,000 گکتار سوزانده در این سمت کارها با مرام ادامه دارد. موردی ذکر است که خواجگیداران ناحیه جیهون در کشت و پرورش سبزی تجربه بای غنی داشته همه ساله بازارهای مملکت را با این نوع محصولات تامین نموده و نرخ آن را به تنظیم می‌دارند. این سال نیت دارند که در میدان 2,900 گکتار کشت سبزی را عملی نمایند. عین حال با استفاده از امکانات شرایط‌های موجوده کشاورزان ناحیه به کشت سبزی صورت بخشیده تا اینکه در مولت اپتیمالی کشت آن را به انجام رسانند. 600 گکتار زمین‌های خواجگی دهقانی در نظر داشته شده است که کشتی تکراری می‌گذرانم. تا امروز ما قریب 220 گکتار زمین‌های خواجگی‌ها را کشتی تکراری گذرانده شده است و کشتی زراعت‌ها از آن جمله کشتی سبزی دوام دارد. خواجگیداران جماعت از یک زمین 2 تا 3 حاصل به دست می‌آورند و مخصوصاً حاصل به دست آورده آنها از کشتی پیاز، کشتی زراعت‌های غله‌دانه مخصوصاً کشتی جواری مکه دان حاصل خوب به دست آورده هستند. خواجگیداران جماعت دهاتی وحدت ملی عهده‌دار گردیدند که در تامین امنیت عضوقواری کشور ما سهم خود را گذارند. با مقصد گرفتن حاصل بلند سبزی خواجگیداران سبزیجاتکار بیشتر از نوع‌های تخمی به اقلیم مطابق و سیرحاصل استفاده برده تا اینکه حاصل نوکی را قیاس به سال گذشته زیاد نمایند. دهقانان ناحیه جیهون بعد جمع‌آوری حاصل کشتی اساسی طبق دورنمای کشتی تکراری در 9,200 گکتار باید کشتی تکراری را به راه مانند. البته زیاده از 400 گکتار کشتی مکه دان، شاله با مرام ادامه داشته. اینچنین در همین 9,200 گکتار کشتی اساسی که هست در زمین 2,900 گکتار ما باید کشتی سبزی رو براه مانیم که علاقه دهقانان ناحیه جیهون با کشتی سبزی آغاز نموده و کشتی تکراری با مرام ادامه دارد. زیاده 1,000 گکتار کشتی سبزی علاقه انجام یافته است ادامه دارد. دهقانان ناحیه نیت دارند که در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت از یک زمین تا 2-3 حاصل به دست آورده در تامین امنیت عضوقواری کشور سهم ارزنده خود را گذارند. در واقع کشاورزان ناحیه جیهون در استحصال و پرورش سبزیجات بروقتی و دیگر نوع زراعت‌ها تجربه بای غنی داشته همه ساله کوشش می‌نمایند که هر یک زمین و ثمرناک عاقلانه استفاده برده از دانه کشته‌شان حاصل دلخواهی خویش را به دست بیارند. کشاورزان ولایت ختلان باید موافق دورنما در میدان 1,010 گکتار در همه بخش‌های خواجگیداری کشتی تکراری کارتوشکا را برآمونند. البته
آماده نمودن زمین‌ها و آغاز بخشیدن به کشتی تکراری در همه شهر و ناحیه‌های ولایت خواجگیداران آمادگی می‌گیرند. یادرس باید گردید که خواجگیداران ولایت ختلان تلاش بر آن دارند که سال سال هر یک قطعه زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده از یک زمین از 3 تا 4 حاصل به دست آورده در بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی، غنی گرداندن سبد استعمالی اهالی و در فراوانی بازار استعمالی مملکت سهم ارزنده خود را گذارند. خلمراد نیازی، غیور شاهی مردان، فیروز حسین برای برنامه تحلیلی 7 روزی ختلان.